به همراهان عزیز. توی این ویدیو میخوام به یکی از سوالات پرتکرار هم در سرچ گوگل و هم در دایرکت ما پاسخ بدم و اونم اینه که زودترین علائم بارداری چیا هستن؟ دو دسته از خانم ها میخوان جواب این سوال رو بدونن. دسته اول کسایی که ماها اقدام کردن برای بارداری و دل تو دلشون نیست که زودتر از آزمایش خون یا بیبی چک متوجه بارداریشون بشن. دسته دوم هم کسایی که نزدیکی محافظت نشده داشتن و میخوان که زودتر بدونن که آیا باردار هستن یا نه. باید بگم که زودترین علائم بارداری میتونه حالت تهوع باشه، حساسیت در ناحیه سینه‌ها، گرفتگی زیر شکم، نفخ، یبوست و تغییرات خلق و خو. اما این علائم به محض لقاح در بدن شما ایجاد نمیشه. این علائم وقتی ایجاد میشه که هورمون‌های بارداری، هورمون‌هایی که از جفت ترشح میشه، به اندازه کافی در بدن شما بالا رفته باشه تا این علائم رو بروز بده. پس شما میتونید وقتی که هورمون‌های بارداری در بدنتون بالا رفته، یعنی زمانی که 2 هفته از نزدیکیتون گذشته یا حداقل 3-4 روز پریودتون به تأخیر افتاده، از داروخانه بیبی چک تهیه کنید یا مطمئن‌تر از اون به آزمایشگاه مراجعه کنید و آزمایش خون بدید. تا قبل از دادن آزمایش خون همه چیز حدس و گمانه و تمام این علائمی که گفتم میتونه به صورت تلقینی در بدن شما ایجاد بشه. پس اصلاً اعتمادی بهش نیست.